بابای برفی یک اسپودوال و یک سلیمان 11 ساله به بابای برفی نامه نوشته از او تلفن خواسته است. این کتاب‌های افسانه میگه. او پدر ندارد و 2 سال پیش مادرش سلیمان را به مکتب اینترنتی نظامش مخصوصی حصار داده و به مهاجرت رفت. سلیمان میگوید مادرش را پزمان شده است و میخواهد با او صحبتی ویدیویی کند. مادرم را از روزی که امو روسیه رفته است دیگر ندیدم. کی رفته بود روسیه؟ همون با صنف سعی هم آوردم مانده دیگر ندیدم مادرم را. میپرسی در برای کارش کنم. چی میگوید؟ مادرم میگوید که در آنجا قین از برف میبارد. جای خنک است. هر سال با من اویلی کشکا گرفت و من پول روی میکند با خودش یکان چی نمیخورد. بابای برفی از نگاه سلیمان یک پیرمردی توانمندی است که امکان اجرای همه خواسته های کودکان را دارد. این ابرست نقاشی خوب هم هست و یک تصویر زیبای سالی نوی هم آماده کرده است و میخواهد آن را به بابای برفی تحفه کند. من میخواستم که همین رسم را به بابای برفی نشان دهم و خوشحال شود. در اینترنت خیرمنک حصار اکثر کودکان دارای امکانیت محدودند. درخواست آنها نیز از همسالان دیگرشان پس این دیوارها فرق میکند. سالی نو حل معماهای دو، سالی نو کفشی هزاران رازها، بینگر تالار تبسم میکند. آنها بر این باورند که بابای برفی معجزه آفر است. ای عزیزان السلام، پیر و برنا و زن و مرد اهل دوران السلام. سفینه میگوید وقتی از نزدیک بابای برفی را ببیند از او میخواهد هر دو دستش مثل دستان دیگر دختران زیبا و سالم باشد. من باوری دارم که بابای برفی از ما را صحت کرده میتواند از سایه سحرناک دارد. سلام بابای برفی، نام من محمد جان، در صنف 4 میخوانم. آمدن شما را انتظارم. میخواهم شما به من یگان تحفه خوب بیارید. همه تحفه های شما به من پسند است. شما را من دوست میدارم. برخی از این کودکان مثل محمد جان میگویند برای آنها مهم تحفه نیست بلکه آمدن خودی بابای برفی به مکتبشان است و اینجا چنین مکتوب ها واقعا زیادند. مکتوب هایی که کودکان مثلا در آن از بابای برفی چیزی طلب نکردند، فقط با یک شعر یا یک سخن و آرزوی نیک او را تبریک کردند. فوند رشد آسیا در آسیای مرکزی بیشتر از 300 نامه کودکان را جمع آوری کرده است که از بابای برفی چیزی خواستند. مسئولین این سازمان با راه اندازی اقدام تحت عنوان بابای برفی برای کودکان خاص باش این نامه ها را در صفحه اینترنتی خود جا نموده خواستار امداد شدند. قریب 100 نفر آنها بابای برفی دارند. ما حرکت میکنیم که نه تنها با شخصان انفرادی، با تشکیلات بین المللی و دیگر تشکیلات هایی که در حدود شهر جایگیر هستند با آنها نیز کار کنیم و حرکت کنیم که به هر یکی آنها تحفه خود را پیشنهاد کنیم. تشبسکاران اقدام باور دارند تا 28 دکبر برای همه کودکان بابای برفی خاص پیدا می شود و یگان کودک از بابا ناامید نخواهد ماند.